سلام، خوش اومدید به ویدیوی بررسی روز 16 جام جهانی، روزی که سه تا از گروه‌های دیگه این جام تکلیفشون مشخص شد. به ترتیب گروه‌های I, G و H بازی‌های خودشون رو برگزار کردن و دو تیم صعود کننده مشخص شدن و تقریبا هم تیم‌های سومی که حذف شدن یا امید به صعود دارن هم توی این گروه تکلیفشون مشخصه و ما قراره توی این ویدیو درباره این سه تا گروه صحبت کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی تو روز 16 این جام افتاد. پس اگر دوست دارین که بدونید چه اتفاقاتی تو روز 16 افتاد، تا آخر این ویدیو همراه من باشین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و نظرتون هم حتما توی کامنت ها بنویسید. پس بریم سراغ بازی اول، بازی گروه آی این رقابت‌ها. گروه آی یکی از جذاب‌ترین گروه‌های جام جهانی 2026 که 4 تا تیم جذاب تو این گروه حضور داشتن. مهمترین این تیم‌ها احتمالاً فرانسه و نروژ باشن که توی آخرین دیدارشون به مصاف همدیگه رفتن و دو تیم دیگه هم عراق و سنگال بودن که هر کدوم به نوبه خودشون یه جذابیتی داشت دیدن بازی‌هاشون. از بازی اول شروع کنیم، بازی نروژ و فرانسه، بازی که خیلی ها از اول جام منتظر این بازی بودن و خب برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت، تکلیف این دو تا تیم قبل از رسیدن به همدیگه مشخص شده بود. هر دو تیم 6 امتیاز داشتن و صعودشون قطعی شده بود و این بازی بیشتر جنبه اینو داشت که صدرنشین گروه مشخص بشه تا موضوع دیگه‌ای و به همین دلیل تیم ملی نروژ سعی کرد که از لایناپ دومش توی این بازی استفاده کنه و نبود ستاره‌های اصلیشون مثل سورلوس، مهمتر از همه ارلینگ هالند، مارتین اودگارد و حتی آیر توی خط دفاع شاید اولین توزوقی بود که توی این روز اتفاق افتاد. بازی که انتظار داشتیم که هالند رو در مقابل امباپه توی یک دیدار دیگه و توی یک کانتکست جذاب دیگه این بار توی جام جهانی ببینیم که خب این اتفاق نیفتاد. هالند تا آخرین دقایق بازی هم وارد زمین نشد تا استراحت کنه و برای مراحل حذفی آماده بشه. اما با این حال، با وجود اینکه فرانسه تونست 4-1 نروژ رو شکست بده که توی این بازی عثمان دمبله هم تونست تو همون نیمه اول تا دقیقه 32 هتریک خودش رو کامل کنه، اما نروژ به نظر من همچنان نشون داد که تیم خیلی خوبیه. یعنی آمار اگه بهشون نگاه کنیم، اونا تونستن 43% مالکیت توپو در اختیار داشته باشن، با وجود اینکه با ترکیب دومشون وارد زمین شده بودن 1.7 ایکس جی تولید کردن، 4 تا موقعیت بزرگ گلزنی داشتن و مجموعاً 10 تا شوت هم به سمت دروازه زدن که خب همه اینها نشون میده که این نروژ واقعا پتانسیل بالایی داره برای اینکه به مراحل خیلی خیلی بالاتر برسه و اینو در نظر داشته باشین که فرانسه توی این بازی با ترکیب اولش به زمین اومده بود و حتی ترکیب‌های دوم و سوم فرانسه هم یک جورایی مدعی این جام هستن و واقعا تیم ملی فرانسه حداقل از لحاظ ستاره‌ها، از لحاظ تجربه، یکی از بهترین تیم‌های این جام جهانیه و اصلا نباید به هیچ وجه دست کمش گرفت و این نتیجه 4-1 به نظرم خیلی نتیجه قابل استنادی نیست که بخوایم باهاش نروژ رو بسنجیم. از سمت دیگه هم که میگم واقعا بازی ساده‌ای بود تا حدودی میشه گفت برای فرانسه. اصلا اون اول هیچ فشاری روشون نبود. اون ترکیب دوم نروژ هم اصلا شاید میشه گفتش که انتظاری ازشون نمیرفت که بخوان جلوی فرانسه کاری انجام بدن و شاید مهمترین موضوع اینه که عثمان دمبله تونست که با هتریکش خودش رو به جایگاه گلزنان برتر این جام برسونه و برنده توپ طلا حالا تونست اولین هتریکش رو هم در تاریخ جام جهانی داشته باشه و بره در کنار لیونل مسی و جاناتان دیوید، دو فرد دیگه‌ای که تو این جام جهانی تونستن هتریک کنن و در نهایت میگم بازی 4-1 به اتمام رسید و فرانسه به عنوان صدرنشین این گروه با تفاضل گل مثبت 8 و با امتیاز کامل 9-9 به دور بعدی این رقابت رو صعود کرد. و اما بازی دوم، بازی سنگال و عراق، بازی که سنگال نیاز داشت برای اینکه بتونه به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر به دور بعدی صعود کنه، به واسطه اینکه تفاضل گل منفی هم داشت تا قبل از این بازی، تونست عراق رو 5-0 شکست بده. عراقی که انتظار نمی‌رفت تو این گروه به این سختی بتونه عملکرد خارق‌العاده‌ای داشته باشه و حالا با 0 امتیاز و تفاضل گل منفی 11 حذف شد و سنگال هم تونست با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 2 این بازی رو ببره. گل‌های سنگال رو به ترتیب دیارا دقیقه 4، اسماعیل نصار دقیقه 56، پاپاگی دقیقه 59 و 71 و اندیایی دقیقه 82 به ثمر رسوندن و سنگال تونست با ایکس جی 3 که تولید کرده بود 5 تا گل تو این بازی بزنه. مجموعاً 5 تا شوت داشتن و 5 تا موقعیت بزرگ گلزنی داشتن و 28 تا شوت هم به سمت دروازه عراق زدن و تونستن با یک برتری کامل و مسلط به عنوان تیم سوم از این گروه صعود کنن و سنگال هم یکی دیگه از اون تیم‌هایی که توی مراحل حذفی حتما باید بازی‌هاشون رو ببینیم. اما بریم سراغ گروه H، جایی که اوروگوئه، اسپانیا، عربستان سعودی و کیپ ورد توی این گروه حضور داشتن و اگر روزهای اول درباره این گروه می‌پرسیدیم مطمئناً خیلی ترکیب متفاوت‌تری از امتیازات رو متصور بودیم. اما این اتفاق نیفتاد و کیپ ورد در کمال ناباوری تونست که به عنوان تیم دوم این گروه فقط با 3 امتیاز صعود کنه و با مساوی در مقابل عربستان گرفتن به عنوان تیم دوم صعودشون به مرحله بعد قطعی شد و در مقابل اوروگوئه که فاجعه بود توی این جام و فدریکو والورده که علاوه بر اینکه توی رخکن رئال مادرید دعوا درست کرد، این آپشن رو به خودش اضافه کرد که بتونه در مقابل بیلسا و رخکن اوروگوئه هم یه شارلاتان قلمداد بشه و در نهایت این حجم‌هایی که از قبل از بازی هم براشون شکل گرفته بود که ESPN تیتر زده بود که والورده گفته اومد لو بلاک بازی کنه و یه همچین صحبت‌هایی، در نهایت
این اتفاق افتاد که اسپانیا تونست به راحتی با نتیجه 1-0 اوروگوئه رو شکست بده. اوروگوئه که از یه جایی به بازی هم دیگه 10 نفره شده بود دقایق آخر و یکی از بازیکناشون به اسم کانوبیو اخراج شد، بازیکنی که وینگرشون بود و در نهایت هم اوروگوئه با 2 امتیاز از این گروه حذف شد و در کمال ناباوری اوروگوئه که حداقل ازشون انتظار می‌رفت که تا مرحله 1/32 بتونن بالاتر بیان، حالا جایی که یعنی جای خودشون رو به کیپ ورد دادن و حتی نتونستن به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر هم صعود کنن به مرحله بعدی و اسپانیا هم که تونست با 7 امتیاز در صدر این جدول قرار بگیره و در نهایت بتونه به مرحله بعد صعود کنه به عنوان صدرنشین. اما همینجا درباره بازی دوم هم صحبت کنیم. همون ابتدا بهتون گفتم کیپ ورد تیمی که شاید اولین بازیش در مقابل اسپانیا یک جور شگفتی بود، در مقابل اوروگوئه دومی شگفتی رو رقم زدن و حالا برای به عنوان اینکه یک از تیم‌های صعود کننده دوم یک شگفتی دیگه رو توی این جام رقم زدن و شاید بشه گفت که تا اینجا بزرگترین شگفتی جام مطمئناً کیپ وردی بوده که توی این بازی در مقابل عربستان هم تا حدودی میشه گفتش که مسلط بودن به بازی، تونستن 51% مالکیت داشته باشن، 1.39 ایکس جی تولید کنن، مجموعاً 15 تا شوت بزنن و اصلا تیم دست و پا بسته‌ای نشون ندادن و حالا باید ببینیم که حریفشون در دور بعدی جام جهانی کدوم تیم خواهد بود. و اما بازی‌های آخر امروز بازی‌های گروه جی بود که توش بلژیک تونست 5-1 نیوزلند رو شکست بده. بلژیکی که خیلی ازش انتظار می‌رفت که توی این جام بتونه بهتر عمل کنه و من دیروز با یه دوستی داشتم صحبت می‌کردم که احتمالاً ریلزش هم بیرون بیاد، ولی واقعاً اونم داشت میگفت که اصلا بلژیک انتظاری که ازش داشتیم و تاکتیکی که داره ارائه میده دو تا مسیر کاملاً مجزا از هم هستن و خب در نهایت حداقل تونستن که نیوزلند رو شکست بدن و ستاره‌هاشون هم پاشون به گلزنی باز شد. لیاندرو تروسارد دبل کرد تو این بازی، کوین دی بروینه و روملو لوکاکو و الکسیس سالامانکرز هم 3 تا گل دیگه بلژیک رو به ثمر رسوندن و در مقابل فقط نیوزلند تک گل بازیش رو توسط الیا جاست به ثمر رسوند، بازیکنی که یه سابقه دبل هم داشت که توی دوره قبلی و در نهایت بلژیک با 5 امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد و بازی دوم همیشه بازی تیم ملی مصر و تیم ملی جمهوری اسلامی که در نهایت با نتیجه 1-1 به پایان رسید، بازی که باعث شد که مصر 5 امتیازی بشه و به عنوان تیم دوم مستقیم به مرحله بعد صعود کنه. تیم ملی جمهوری اسلامی حالا باید ببینه که بازی‌های سه تا گروه باقی مونده به چه صورتی میشه. یه مقدار در مورد این بازی صحبت بخوایم کنیم، خب مشخصا مصر دقیقه 5 با گل محمود صابر به گل رسید، بعد هولوش دقیقه فکر کنم 11 بود که یک از برای یک پنالتی برای تیم ملی جمهوری اسلامی گرفته شد که فقط برام جالبه که اون دوستی که میگفتش که همه من پنالتی زدم بلدم و میخوام بدم بقیه پنالتی زدن یاد بگیرن، چطور نتونست یکی از مهمترین پنالتی های کریرش رو و یکی از پنالتی های مهم کشورش رو گل نکنه. و میگم خود پنالتی زدن و پنالتی نزدن و پنالتی اشتباه زدن به خودی خود مسئله‌ای که تو فوتبال جا افتاده و معادلات خیلی پیچیده‌ای براش وجود داره، ولی این هم میشه یک مقدار از اون گندگویی‌هایی که از این بازیکن‌ها خیلی زیاد دیدیم. اما در دقیقه 14 رضاییان تونست گل مساوی رو برای تیم ملی جمهوری اسلامی به ثمر برسونه و هولوش فکر می‌کنم دقیقه 90 خورده‌ای هم بود، 94 بود که خلیلزاده یک گل دیگه برای جمهوری اسلامی زد که گل آفساید بود و در نهایت هم بازی 1-1 به پایان رسید. یه موقع درباره گل صحبت کنیم، چون حالا ما قبل از اینکه بیایم برای ضبط هم بین دوستای خودمون خیلی صحبت می‌شد درباره اینکه چه انتظاری از این تیم باید داشت، اصلا بهش چی گفت، تیم ملی ایران، تیم ملی جمهوری اسلامی، اصلا چقدر باید به این تیم امید داشت نداشت، همه این حرفا که خیلی میشه درباره‌اش صحبت کرد و شاید خیلی هم که بخوان صحبت کنن به واسطه مدل نظراتشون نتونن خیلی راحت صحبت کنن، موضوعی که احتمالاً خودتون بهتر درکش می‌کنید. اما یه مسئله فقط برای من جالب بود این بود که حالا اون که رفت گل زد و احساس می‌کرد که کل جهان داره به سمت خودش میچرخه و دیگه الان میتونه بیاد بگه من با 38 سال فلان کردم و بسار کردم و مجدد گندگویی کنه. اینو به کنار، من فقط یه تمثیلی به ذهنم رسید که حالا دوست داشتم بگم، شاید مرتبط باشه شاید هم مرتبط نباشه، اما به نظرم اون فاصله بدنی که شجاع خلیلزاده توی آفساید بود خیلی خیلی شبیه بود به اون جوون ایرانی که داشت پولاشو جمع می‌کرد، تلاش می‌کرد برای اینکه بتونه به اون خواستش برسه، یه پولی رو جمع کنه، اون چیزی که دوست داره، حالا گوشیه، ماشینشه، خونهشه، خیلی بزرگتر شاید بخره، ولی نرسید. و همون کشوری که و همون حکومتی که این دوستمون خیلی دوست داشت که پرچمش رو ببره بالا نذاشت و حالا همون کشور و همون اتفاق و همون دنیا براش کاری رو کرد که اونم نتونه به خواستش برسه و خب خیلی بعیده که اون آدم بتونه با یک جوان ایرانی همزاد پنداری کنه، ولی خب حداقل دنیا بهش نشون داد که نرسیدن به خواسته و رسیدن تا لب مرزش و به دست نیاوردنش چقدر میتونه سخت و ناراحت کننده باشه. و در نهایت همین دیگه، حالا معادلات خیلی پیچیده‌ای هم وجود داره برای اینکه جمهوری اسلامی نتونه به مرحله بعد صعود بکنه یا نه. اگر که حضور داشتن تو مرحله بعد که لاجرا درباره‌شون صحبت می‌کنیم و اگر هم که نبودن که حداقل میتونیم بیشتر از جام جهانی لذت ببریم، حداقل به شخصه. و در نهایت همین
بازی‌های این سه تا گروه هم به پایان رسید و تیم‌های صعود کننده هم که مشخص شدن. از گروه H اسپانیا و کیپ ورده به مرحله بعد صعود کردن و تیم برتر سومی تو این گروه حضور نداره. گروه آی نروژ و فرانسه به ترتیب دوم و اول شدن. سنگال تیم برتر سوم شد که صعود میکنه و گروه جی هم که بلژیک و مصر به عنوان تیم‌های در واقع اول و دوم به ترتیب مستقیم صعود میکنن به مرحله بعد و تیم ملی جمهوری اسلامی هم که میگم یه سری پیچیدگی‌ها براش وجود داره که بعد ببینیم که در نهایت صعود میکنه یا نه. موضوع آخر اینکه اولی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، کامنت بذارید و نظراتتون رو بنویسین و بازی‌های فردا هم که میشه آخرین بازی‌های دور گروهی به این صورته که از گروه جی الجزایر و اتریش به مسافه هم میرن، آرژانتین و اردن به همین ترتیب، گروه کلمبیا و پرتغال، کنگو و ازبکستان و گروه ال هم که میشه کرواسی و غنا و انگلیس و پاناما که بعد ببینیم که نتایجشون به چه صورت میشه. دیگه فردا در نهایت میتونیم براکت نهایی 1/16 در واقع جام جهانی 2026 رو در بیاریم و دیگه بعد از اون وارد مراحل جذاب‌تر حذفی میشیم و مطمئنا میشه بیشتر هم درباره‌اش صحبت کرد. و مرسی که تا اینجای ویدیو باز هم همراه من بودین. حتما اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگر می‌خواستین که هر روز از اتفاقات مهم جام جهانی آپدیت باشین و در جریانش قرار بگیرید، کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیو بعدی من فردا باشین و تا فردا خداحافظ.